من عبدالغفور و امینه سال تولدم 1937. ما جان کشیدیم برای دولت، برای فرزندم مهنت کردیم، لیکن فرزندم من شوهرم 2002 سال وفات کرد. از جهتی که من به حرمت کردم برای اخوان حرکت اداره جماعه رفتم. اداره جماعه گفت که بچه تیه 98 سال مردگی. گفت من روی خط تو مردگی بودی ما نمیدونی. علمین به عرضه دادم، لیکن مردن آدم بهتر که فرزند خودش علمین بتیه، چون فرزند مرد و شرمنده فرزند که مادرش به علمین تیه. یک تا مادر دنیای میخورد نه. من 9 ساله که در خانه همین دخترم دخترم خونش میده شتیم. در همین 9 سال یگان مرتبه فرزندتون ولی فلشیر از احوال شما خبر میگیره؟ خبر گرفته. این سخنای من، این علم دل من زور محترم جناب عالی امام علی رحمان رو شنون با خانم گردنده تیم. من در بدر نگردم. چون مادرتون من از شما التماس میکنم که من دستگیری کنید، چاره این خیلی فرزندم بینید. همین مردم احمو خانم براید. بچه تیه 98 سال مردگی. گفت من روی خط تو مردگی بودی ما نمیدونید. آختم مادر پرستار دلم، ای روشنی بخشو چراغ منزلم.